شما اگه واقعا میخواستی روشنگری کنی، اگر واقعا میخواستی اون انتظاری که از این صدا و سیما هست که دانشگاه باشه اون رو انجام بدی، خب اینو میدادی به من. اصلا چرا به من بدی؟ بده به دستگاه قضایی. اگه قبول ندارید، قانون قبول ندارید، بناتون به اینی که فقط بیاد جلوی دوربین به اصطلاح خودتون افشاگری کنید، بخواید ادامه بدید. اینجوری میخواید این شعارتون رو فقط عوض کنید، ننویسید دیدبانی برای پیشرفت ایران. این رفتار باعث پسرفت کشور میشه. من اومدم اینجا نشستم، شما میخواید 4 تا فیش بذاری، خب قبلش بده به من ببینم، بگم این راسته یا دروغه. من به شما میگم 500 و خورده ای که میگه 100% دروغه. امیدوارم که بقیه حرفایی که زدید دروغ نباشه. حالا انشالله اینا رو تو رسانه هم منتشر شده، ما هم اصلش میدیم، شما هم پیگیری بکنید. اگر اشتباه بوده اشتباه. در این حال کشور قانون داره. به هر حال های دکتر ببینید، حقوق شما بگید برای 3 ماه هم باشه، حقوق 100 میلیونی 50 میلیون به نظر من حقوق نجومیه. آقا هم فرمودن، من به نظرم به هر حال حقوقای نجومی تهاجم به ارزش هاست، این که باید پیگیری بشه. خب حالا شما چرا تا حالا ساکت بودید؟ راستی اون 800 و خورده ای که گفتید که این زمان دولت قبل بود، چرا صداتون در نمیاد؟ هیچ فرقی نمیکنه. اجازه بده، شما چرا راجع به این همه تخلفاتی که افتاد هیچی نگفتید؟ شما برنامه ما رو در حوزه سلامت دیدید. شما تخریب دولت، ما 3 تا برنامه، یعنی از برنامه‌های خوب دولت، چون این در تحول سلامت اینا میخواد بزنید خراب کنید. به خدا من به خاطر خودتون میگم، مردم حرفای شما رو قبول ندارن. حرفای شما رو مردم قبول نمیکنن، نمیپذیرن. چرا؟ چون بالاخره وزارت اطلاعات، صدا و سیما، مرکز ملی آمار ایران دارن نظرسنجی میکنن. نظرسنجی از نماینده ها، از حالا اون نظرسنجیتون هم مثل همین فیشاتون، نظرسنجی مردم از نماینده ها، از ائمه جمعه، از مردم. خب برید این رضایتمندی چقدره؟ روشتون عوض کنید. اگر میخواید واقعا به کشورتون خدمت کنید، این عینک بدبینی رو بردارید. تشکر از لطفتون به برنامه ثریا. ما 3 تا برنامه انتقادی در زمان دولت قبل هم رفتیم، همش روی سایت ثریا هست، روی کانال ثریا. اگر نظرسنجی رو بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که نتیجه نظرسنجی